سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت اول ماینکرافت هاردکور. خب میبینید یه سید مینم نمیزنم، همیشه میگید سید میزنید و فلان و بساره. خب هاردکور رو استارت میکنیم. ببینید یا رو درخت اسپام میشیم یا رو کوه که داره دیر لودینگ میکنه. خب ببینید خب 50 70 80 100 به گفتم رو درخت اسپام یا اسکینم چرا اینه. این ماینکرافت لانچر به اسکین رندوم میده. چوب بکنیم چمو سابسکرایب کن. هفته چوب کندیم یه سقفی میذاریم اینجا. خب این اسکین من فکر کنم اسکین یه یوتیوبرها بود، اسمشو نمیدونم. و اینجا یه با عقار فکر کنم تو این بهش آیرن ما کرد. آیرن هم چه داره. یه دونه پیککس بسازیم. خب یه دونه پیککس چوبی. بریم پایین سنگ باین کنیم. خب 18 تا سنگ باین کردم. اومدم یه دونه پیککس، یه دونه تبر و یه دونه شمشیر میذاریم اینجا. نه میذاریم اینجا. خب بریم پایین. خب آهنا رو خب یکم سنگ ماین کردم، یکم زغال که چیز شه. زغالم بر ترک اینو داشتیم که میخوام بریم تو غاره، به درد میخوره. خوبه موتور زغال خوبه. استیک میذاریم اینجا، این هم میذاریم اینجا. اوکیه. این هم میذاریم اینجا. وان بگم این هم سید خوبی بود. من واقعا سفیدم. خوب بچه من رفتم خورو کلن کندم. خوب این از این یه روزم نشد داریم فول آهم میشیم. ویدیو تا الان 40 دقیقه شده. واقعا 40 دقیقه پاره میشم سر ادیتش. خب این از اینجایی که ما پیدا کردیم. سعی میکنم همین الان که ویدیو ضبط میکنم بعد ویدیو ادیتش کنم سریع و براتون آپلودش کنم. خب میبینید که 6 تا آهن. من آهنا رو ساختم جمع کردم. میدونم بپزه برداریم بریم. بکنیم دیگه. وایسیمون بپز دیگه. آخرم نباخت.
پارت بعد میریم یه جا بیس میز پیدا میکنیم. خب اینجا رو میبینید که لاوا پول پیدا کردیم. این لاوا پول رو obsidian میکنیم. پارت های بعدی رو تا من پیدا میکنیم اینجا تمام میکنیم. مرسی که ویدیو دیدید. ویدیو بعدی. بای بای.